مقامات تفتیشاتی جمهوری داغستان روسیه به ضد یک شهروند تاجیکستان که در شهر ازبرباش زندگی میکرد با اتهام اشتراک در فعالیت گروه‌های مسلح یک سازمان تروریستی در روسیه ممنوع پرونده جنایتی گشودند. خدمات مطبوعات ریاست فسب داغستان روز 18 آگوست سال 2022 در یک بیانیه مطبوعاتی خبر داد که این زاده تاجیکستان میخواست به سوریه رفته به گروه‌های مسلح مربوط به سازمان تروریستی دولت اسلامی بپیوندد، ولی دستگیر شد. شهروند تاجیکستان میخواست از فرودگاه مخچکله به شهر استانبول ترکیه پرواز کرده سپس از مرز ترکیه با سوریه عبور کند، ولی او را مقامات حفظ حقوق دستگیر کردند. گفته می شود در اطلاعیه ریاست فسب داغستان اکنون به این شهروند تاجیکستان بر اساس قانون‌های روسیه تا 20 سال زندان تعدیل میکند. اسم او نشر نشده است. نظر خود دستگیر شده و یا نزدیکان او دسترس نیست که آیا به این اتهامات به ضدش اعلام شده چه نظر دارند. در سالهای آخر دهها مهاجر تاجیک در روسیه با اتهام مربوط به تروریسم، اکستریمیسم دستگیر و محکوم به زندان میشوند. در دوشنبه به این نظرند که شهروندان تاجیکستان اکثرا در دوره در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتنشان به دام فریب مبلغان گروه‌های افراطی میافتند. حامیان حقوق نیز میگویند که مهاجران کاری در روسیه به دلیل بی‌حقوقی و وضع رقتبار کار و زندگیشان تومه آسان برای مبلغان عقیده‌های افراطی میشوند. حالا در زندان‌های روسیه بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم میکنند. ده‌ها نفر آنها با جرم‌های مربوط به تروریسم و تندگرایی زندانی شدند.